سلام، وقت بخیر. در این ویدیو میخوایم که نحوه استفاده از برنامه کامپیوتری پارسمگا رو برای کانفیگ دستگاه LD01 آموزش بدیم. برای اتصال دستگاه LD01 و LD01A به PC باید یک مبدل RS485 به USB تهیه کنیم. این مبدل از یک سمت با کابل USB به کامپیوتر وصل میشه و از این سمت هم دو تا پایه دی مثبت و دی منفی داره که به پایه های دی مثبت و دی منفی روی دستگاه وصل میشن. فایل نصبی برنامه پارسمگا رو هم داخل دیویدی همراه محصولات قرار داره و میتونید از اینجا بهش دسترسی داشته باشید یا اینکه وارد سایت پارسمگا بشید و یکی از محصولات رو انتخاب کنید. توی صفحه اون محصول تو قسمت فایل های راهنما نرم افزار هم قرار داره و میتونید دانلود و نصبش بکنید. من نرم افزار رو از قبل نصب دارم و با کلیک کردن روش نرم افزار باز میشه. اولین صفحه همین صفحه‌ای هستش که قسمت بالا سریال پورت هستش. اون پورتی که USB مربوط به مبدل هستش رو انتخاب میکنید. بعد دیوایس آیدی هستش که آیدی مودباسی هست که برای LD01 در نظر گرفتیم. این پارامترها به صورت پیش‌فرض روی 1 9600 1 بیت ایون و RTU هستش. ولی اگر اینا رو تغییر داده باشیم باید اینجا هم تغییرات رو اعمال بکنید. با فرض اینکه شما برای مثال آیدیتون 10 هستش، اینجا 10 رو وارد میکنید و اینتر میزنید و میتونید وصل بشید، یا اینکه هر کدوم از پارامترها رو اگر تغییر داده باشید میتونید اینجا انتخاب بکنید. حالا من اینو برمیگردونم روی همون یک چون تو حالت پیش‌فرض هستش. اینجا هم کانکشن مود رو داریم که میتونه به صورت منوال یا اتوماتیک باشه. توی حالت اتوماتیک اگر بذاریم وقتی که اتصال برقرار باشه دیگه این صفحه رو نمیاره و مستقیم وصل میشه به صفحه برنامه، ولی خب بهتر هستش که روی حالت منوال باشه. اگر پورت رو به درستی انتخاب کرده باشید این دکمه مربوط به پورت این چراغش ثبت میشه و حالا کانکشن هم برقرار بشه این یک لحظه ثبت میشه و صفحه اول برنامه رو میاره. این قسمت پایین رید سریال ستینگ رو داریم که برای محصولاتی از پارسمگا هستش که نمایشگر و دکمه روی خود دستگاه ندارن و صرفا ترانسمیتر هستن، مثل برای مثال LT11T. من اینجا بهش اشاره نمی کنم و توی محصولاتی که براش کاربرد داره این قسمت رو توضیح میدیم. روی دکمه کانکت کلیک میکنم و برنامه باز میشه. صفحه اصلی برنامه هستش. اینجا نمودار وزن رو میبینید. نمودار وزن به زمان هستش، ولی زمان به معنی اون ثانیه یا اون زمانی که میشناسیم نیستش. این در واقع زمانی هستش که صرف یک ریکوست و ریسپانس میشه و لزوما 1 ثانیه 10 میلی ثانیه یا حالا به صورت واحد دقیقه زمانی نیست. اگر روی این کلیدی که اینجا هستش این علامت قفل کلیک بکنم این نمودار رو جمع‌تر برام نشون میده و میتونم توی بازه بیشتری وزن رو ببینم. این کادری که اینجا میبینی عدد نوشته شده نت ویت هستش و وزن خالص رو داره برای من نمایش میده. واحد روبروش هم به صورت کیلوگرم هستش چون من در حالت کیلوگرم این رو کالیبره کردم. البته میتونید تغییرش بدید و اگر روی گرم بذارم برای مثال میبینید که این واحد رو به صورت گرم داره به من نشون میده، ضرب در هزارش کرد. اگر روی تن بذارم خب طبیعتا تقسیم بر 1000 میکنه، ولی خب روی همون کیلوگرم میذارم. این قسمت گراس ویت رو دارم که وزن کلی هستش. قسمت پایین تیر ویت رو دارم که الان 0 هستش، ولی اگر تیر بکنم این مقدار پر میشه و دوباره تیر ریست بکنم دوباره 0 میشه. آنالوگ اوتپوت رو اینجا داریم که به صورت 0 تا 65535 داره برای من نمایش داده میشه و الان مقدارش 1184 یا 85 هستش. در این قسمت ADC آن فیلتر و ADC فیلتر رو داریم که در واقع مقداری هستش که ADC بین 0 تا 16 میلیون داره میخونه. بین 0 تا 8 میلیون برای مقادیر منفی در نظر گرفته شده و 8 میلیون تا 16 میلیون برای مقدار وزن مثبت هستش. اگر وزن نزدیک 0 باشه و خب الان میبینید که 2 کیلوگرم هستش، اما مقدار کمی هستش، البته نسبت به ظرفیتی که براش در نظر گرفتم این مقدار باید نزدیک 8 میلیون باشه و این خودش یه روشی هستش برای تست سلامت ADC.
این قسمت اینپوت ولتاژ رو داریم که ولتاژی هستش که دو سر SIG مثبت و منفی داریم و خب مقدارش هم به میلی ولت هستش و این هم یک روشی هستش که از سلامت لود سلتون مطمئن بشید. قسمت پایین DO و DI رو داریم. دکمه‌ای هستن که برای اطلاع از وضعیت خروجی ها قرار داده شدن. من اگر لود سل رو فشار بدم رله های من تغییر وضعیت میدن و اینجا هم میبین که چراغ ها دارن خاموش و روشن میشن. DI هم به همین صورت هستش. اگر هر کدوم از ورودی های دیجیتال فعال بشن اینجا چراغ مربوط بهش سبز میشه. و یک سری دکمه هم برای دسترسی سریع‌تر اینجا قرار داده شده. دکمه تیر هستش. اگر فشار بدم میبینید که تیر شد، تیر ریست و برگشت به حالت قبلی، زیرو و ریست. وارد صفحه فرمانهای اصلی میشیم. این قسمت هستش. اولین قسمت کامیونیکیشن هستش و تنظیمات مربوط به ارتباط مودباس هست، ارتباط سریال. اولین گزینه دیوایس آیدی هستش، پریتی، مود، بادریت و استاپی. اینا رو میتونید اینجا تنظیم بکنید و به این صورت میتونید از بین مقادیری که هستن مقادیر رو مجاز انتخاب بکنید و تغییرات رو اعمال بکنید. برای اینکه این تغییرات اعمال بشن نیاز هستش که دستگاه رو خاموش و روشن بکنید. توجه کنید که فقط برای پارامترهای ارتباطی این خاموش و روشن شدن نیاز هستش. بقیه تنظیمات همون لحظه اعمال میشن. تب بعدی فیلتر ستینگ هستش. اینجا سمپل نامبر رو داریم که از 1 تا 70 میتونید عدد بذارید براش. پیش‌فرض روی 10 هستش. فرکانس نمونه برداری هستش که از 4.7 هرتز تا 4800 هستش. تو حالت پیش‌فرض روی 50 قرار داده شده و فیلتر مود و اسمارت فیلتر آپدیت رو داریم که برای کاربردهای در واقع چک ویو اینها نیاز هستش که اینا رو تغییر بدیم و در ویدیوی جداگانه اینا رو توضیح داده میشه دربارش. تب بعدی برای ست پوینت ها هستش. در ستون اول میتونید وزن ست پوینت هایی که میخواید رو به کیلوگرم وارد بکنید. در حالت پیش‌فرض از 0 تا 4 کیلوگرم قرار داده شده، ولی خب اینجا بخواید کلیک بکنید و برای مثال روی 10 کیلو بذارید اینتر رو فشار بدید میبینید که چراغ مربوط به ست پوینت 1 رله خروجی 1 اینجا روشن هستش و خب من اینو مجدد برمیگردونم به 0 کیلوگرم و میبینید که خاموش شد. ستون بعدی برای تنظیم فال ویت هستش یا دد ویت برای هر کدوم از رله ها. ستون بعدی رو میبینیم که پروفایل نامبر هستش. این تنظیمات رو میتونید در پروفایل های مختلفی سیو بکنید. حالت پیش‌فرض روی پروفایل 1 هستش ولی خب میتونید تنظیمات مختلفی رو روی پروفایل های مختلفی سیو بکنید. بعدی اوتپوت مود رو داریم که میتونه ایندیپندنت، این بیتوین یا حالت های شرطیشون باشه و میتونید روی هر کدوم از اونها کلیک بکنید و اون مقدار برای شما ست بشه. بعدی اوتپوت استیت هستش. نان اینورس یا اینورس میتونید بذارید. اگر اینورسش کنم میبینید که وضعیت خروجی های من تغییر کرد. اگر هم اینورس باشه که عذر میخوام نان اینورس باشه که به این صورت خاموش میشن. بعدی لست ست پوینت هستش. اینجا ست پوینت 3 هستش ولی خب میتونید روی هر ست پوینت دیگه ای بذارید و مفهوم لست ست پوینت هم که در ویدیوهای قبلی توضیح داده شده. من اینا رو گذرا میگم چون هر کدوم از اینها در ویدیوهای قبلی توضیح داده شده که چی هستن. اینجا هم هیسترزیس رو داریم و واحدش به کیلوگرم هستش. برای مثال اگه من بخوام اینو روی 100 گرم بذارم به این صورت روی 100,000 کیلوگرم میذارم و هیسترزیس برای من ست میشه. این قسمت هم که ستون آخر هستش فورس کردن اوتپوت ها رو داره نمایش میده. با کلیک کردن روش اوتپوت ما فورس میشه و اینجا صدای رله هم اگر توی فیلم باشه مشخص میکنه که رله در کار میکنه و اینجا چراغ خروجی هم که داره از سلامت رله خبر میده که با فورس کردن رله ما کار میکنه و رله ها سالم هستن. قسمت بعدی لود سل پارامتر و کالیبریشن خیلی به هم وابسته هستن. ببینید اگر شما کالیبریشن رو
روی اتوماتیک بذارید نیاز هستش که لود سل پارامتر به صورت دقیق وارد بشن. اینجا لود سلی که به صورت پیش‌فرض براش مقادیر قرار داده شده یک لود سل 2 میلی ولت به ولت با ظرفیت 50 کیلوگرم هستش و خب لود سلی که من دارم این لود سل نیست و به خاطر همین هستش که وزن 1.8 کیلوگرم رو میبینید، در حالی که گلکسی روش انقدر وزن نداره و وزن اشتباهی رو داره نمایش میده. با فرض اینکه لود سل من این پارامترها رو داره و البته خب میتونید تغییرش بدید، روی 15 کیلو میذاریم برای مثال و میبینید که الان درست شد. یه پلکسی نیم کیلویی دارم روش و داره درست نشون میده. اینا رو تنظیم میکنید و یک بار زیرو میکنید تا کالیبره اتوماتیک برای شما انجام بشه. پس برای کالیبره اتوماتیک نیاز هستش که کالیبریشن مود روی اتوماتیک باشه. لود سل پارامتر رو طبق لود سلی که دارید تنظیم بکنید، پارامترهاشو زیرو رو انجام بدین و لود سل شما آماده استفاده کردن هستش. اما برای کالیبره وزنی میایید این قسمت کالیبریشن مود رو روی ویت کالیبریشن میذارید، یک بار زیرو میکنید، دکمه زیرو هم که به صورت دسترسی سریع اینجا قرار داده شده و در حالت بیباری لود سل رو زیرو میکنید. وزنی که انتخاب کردم من 2 کیلویی هستش، وزنه رو قرار میدین، مقدار وزن مرجع رو که در واقع 25% ظرفیت لود سل هستش قرار میدین. من 2 رو وارد میکنم، مقدارش رو وارد میکنین، دکمه کالیبریشن 1 رو فشار میدین، کلیک میکنید روش و میبینید که اینجا 2 کیلوگرم نمایش داده میشه. این از قسمت کالیبره کردن. قسمت بعدی تیر ستینگ هستش. برای تیر ستینگ گفتیم که 2 تا محدوده داریم، بیشترین مقداری که اجازه دارین تیر بکنید و کمترین مقداری که اجازه دارید تیر بکنید. این حدود رو میتونید در این 2 تا باکس وارد بکنید. تو حالت پیش‌فرض روی 20 کیلو و منفی 10 کیلوگرم هستش و خب طبق گفته‌های قبلی بخواید اینو عوضش بکنید دوباره کلیک میکنید و برای مثال وزن 50 رو وارد میکنید. و اگر هم بخواید محدودیتی روی تیر کردن نداشته باشید، این مقدار رو روی مقادیری میذارید که هیچ وقت بهش نمیرسه. مثلا شما همیشه دارید وزن 100 کیلویی اندازه میگیرید، اینو بذارید 500 کیلو که خب مطمئنید هیچ وقت بهش نمیرسه و در این صورت محدودیتی روی تیر کردن ندارید. قسمت بعدی سیستم اینفو هستش که ورژن سیستم رو به صورت سخت افزار و نرم افزار داره نمایش میده. بعدی اینپوت فانکشن هستش. توی ورودی های دیجیتال دربارش گفتیم که برای هر کدوم از ورودی هامون میتونیم کامند هایی رو تعریف بکنیم که در صورت فعال شدنشون اون کامند اجرا بشه. و خب اینجا خیلی راحت تر میتونیم این کامنت ها رو انتخاب بکنیم. اونجا به صورت کد بود ولی اینجا کاملا نوشته شده. برای مثال من میخوام روی تیر ریست بذارم، فرمان اینپوت 1 رو اینجا انتخاب میکنم و سیو میشه. این رو میخوام روی کپچر تریک بذارم و سیو میشه. قسمت بعدی، تب بعدی آنالوگ اوتپوت هستش. برای آنالوگ اوتپوت میتونیم سورس رو انتخاب کنیم از این قسمت به صورت پیش‌فرض روی نت ویت هستش، میتونیم روی گرس ویت یا مود باس بذاریم. من روی مود باس میذارم برای مثال. اینجا ماکسیموم اسکیل و مینیموم اسکیلی که در واقع میخوایم خروجیمون نسبت بهش تولید بشه رو انتخاب میکنیم. در حالت پیش‌فرض بین 0 تا 50 داره اسکیل میکنه. یعنی اینجا 0 تا 5 ولت من رو به ازای وزن بین 0 تا 50 کیلوگرم داره تولید میکنه و خب میتونید این مقدار رو هم تغییرش بدید. من میذارم روی 10 کیلوگرم برای مثال. نوع خروجی رو میتونید اینجا انتخاب بکنید، 4 تا 20 میلی آمپر باشه، 0 تا 10 ولت باشه یا هر عدد دیگه ای. مودباس رجیستر برای حالتی هستش که شما سورس آنالوگ خروجی رو روی مودباس گذاشته باشید. در این باکس میتونید بین 0 تا 65535 عدد بزنید و یک روش برای در واقع تست سلامت آنالوگ خروجی هستش. اگر روی 65535 بذارید این مقدار رو و برای مثال آنالوگ تایپتون هم روی 20 میلی آمپر باشه، در خروجیتون الان باید 20 میلی آمپر جریان داشته باشید و میتونید با این روش تست بکنید که آنالوگ خروجی شما سالم هستش یا نه.
تب بعدی اودر کامند رو داریم که 2 تا کامند ریست فکتوری و کالیبریشن ریستور رو داریم که با فشار دادن هر کدوم از این دکمه ها تنظیمات به حالت قبل برمیگرده. و خب من الان نمیخوام به حالت قبل برگردونم و رد میشیم. در تب بعدی پارامترهایی رو داریم که میتونید ازشون استفاده بکنید. جدول اول مربوط به پارامترهای مینیموم وزن و ماکسیموم وزنی هستش که در طول این زمان اندازه گرفته شده. میبینیم که ماکسیموم وزن رو نوشته 2 کیلوگرم و من اینو به 3 کیلو برسونم. میبینیم که الان ماکسیموم وزن ما شد 3 کیلوگرم. بیشترین وزنی که تا الان اندازه گرفته 3 کیلوگرم هستش. با این دکمه هم میتونم برگردونم به حالت قبل. مینیموم وزن مقدار وزنی هستش که کمترین وزنی هستش که توی این زمان اندازه گرفته دستگاه. قسمت پایین دلتا تی رو دارم. میتونین یک مقدار زمانی رو برای مثال 2 ثانیه براش ست بکنید و این تغییرات وزن رو به صورت دلتا توی این 2 ثانیه نمایش میده. الان من توی 2 ثانیه قبل هیچ تغییر وزنی نداشتم. میبینید که روی 0 هستش. یکم به لود سلم ضربه بزنم میبینید که تغییرات وزن به صورت لحظه‌ای داره نمایش داده میشه. یک روشی هستش که میتونید دقت دستگاه رو باهاش بسنجید و میبینید که من توی 2 ثانیه هیچ تغییر وزنی نداشتم. وزنم استیبل هستش و دستگاه داره به خوبی کار میکنه. این قسمت کپچر ویت هستش. به یه وزن خاصی که رسیدیم میتونیم با فشار دادن این دکمه این وزن رو سیو بکنید. من 3 کیلو رو قرار میدم و 3 کیلو رو سیو میکنم و برش میدارم و میبینید که همچنان این وزن 3 کیلو برای من سیو شده. قسمت بعدی هم فرکشن هسته. شما فرکشن رو اینجا تنظیم میکنید و وزن رو به صورت اینتیجر میبینید. الان 3 هستش به صورت پیش‌فرض. من اینو 1 بکنم. وزن من رو میبینید که 2 کیلوگرم رو ضرب در 10 به توان 1 رو نشون میده. 20 به من نشون میده. و این مقدار هم میتونید در واقع بین 1 تا 3 هر مقداری ست بکنید براش، بین 0 تا 3. تنظیمات همین ها بودن و یک نکته همین که روی جدول اگر راست کلیک بکنید میتونید جدول رو پاک بکنید و وزن رو به این صورت داشته باشید مجدد. تنظیمات مربوط به برنامه پارس مقا همین ها بودن و سری آموزش های دستگاه LD01 در این قسمت به پایان میرسه. با آموزش های دیگه دستگاه های پارس مقا در خدمت شما خواهیم بود.